ای علی فقیری عزیز من، چرا زمانی که از آن مارکو پوفیوس صحبت کرده ای و گفتی که او را از قلعه الموت رد کرده ای اشاره‌ای به نام من نکردی و تو خوب میدانی که من چه میزان حساس و زودرنج بودم. این ساطور می توانست به جای تخت تو در ما تحت تو باشد. امضا رهبر حشاشین حسن صباح. پلاستیک وایسا. سلام به کانال ویسکینتی، خوش اومدید. همونجور که میدونید پر واضحه که من با میل شخصی خودم اومدم دارم در مورد یکی از رفیقام صحبت میکنم. داستان از این قرار بود که من دیشب خیلی اتفاقی خواب حسن دیدم و امروز تصمیم گرفتم که بیام برای شما این داستان رو به اشتراک بذارم. حسن صباح اصلا بچه قومه. این یه ذره که بزرگ شد جون گرفت اومد لای رفیقای با شروع کرد. ما از اونجا اصلا با هم رفیق شدیم. من بودم من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، اینا خیلی بودیم. حسن صباح با خیام یه سری حالا صحبتایی هستش که اینا میگن خالی بندی و فلا اینا، چون یکی از قضایای این 3 نفری مثلث آتش من بودم دیگه من تایید میکنم. شما بدونید که رفیق خیام بوده. شروع کرد، خیلی آدم باهوشی بود، به هوش ما نمیرسید ولی آدم باهوشی بود. شروع کرد درس خوندن و فلا اینا، رفت بغداد و اون سمتا یه علمی چیزی یاد گرفت، خوشحال اومد سمت قزوین. من حال ادامه دادن ندارم. علموت رفت وارد قلعه شد. نگاه که بدی نی ما اینجا رو بگیریم. اما خودم بچه باهوشی بود با برنامه‌اش چی بود؟ برنامه‌اش از این قرار بود که گفت من به بچه‌ها درس یاد میدم، اینا رو نمه مغزشون رو میشورم. خیلی کثیفم بود دیگه. چی میگی؟ میشه سمت فرچه میکشی قشنگ، بعدش با گوش پاکن تمیز میکرد، مغزا رو شستشو میداد که خودش بشه رهبر فرقه اسماعیلیون و تونست به اون درجه برسه. به یه جای رسید صبح پا شد ملت نگاه کرد، گفت فکر کنم دیگه وقتشه. قیام که کرد، همه مردم 2 دسته، بعد دیدن که نه 3-1، یعنی تعداد اینایی که طرف حسن خیلی بیشتر بود. خوش به حالش. اینا رو من همه رو شنیدم، خودم تو این علموت نبودم. دیدن 3-1 و تصمیم گرفتن که استادو بکنند رهبر فرقه و اسماعیلیون و خیلی خوشحال و این داستانا. بله امپراتور، بله حتما. شما سلام چی می؟ به حاکم اون موقع که حاکمای سلجوقیان بود گفتش که دوست عزیزم لطفا شما جون تو ورد برو. اینم جونشو برداشت رفت و از اونجا دیگه این شروع کرد به شرم و حیا داشته باشید، خجالت بکشید. 200 سال آقا این کلا قدرت و فلان اینا دست حشاشین بود. آخر سرم مغول اومد از روشون رد شد. این رد پای مغول تو خاطرات من خیلی زیاده. یه سلسله مراتب 7-8 قسمته باید از چنگیز واسهتون خاطره بگم، چون با چنگیز رفیق بود. به کسایی که لبیک گفتن به حسن صباح میگفتن حشاشین. داستان از کجا بود؟ این بازی اساسین این بازی از همینا ساخته شده. یعنی یه سری قاتل بودن راه میرفتن میدیدن یارو شاخیه یه چیزی میکشتنش سریع، همه با خنجر. حالا من اینطوری دستمو کردم اینجا خنجر داشتم میکشتن. بعد این یه اکیپی داشت مثلا 70-80 نفر، اینا یه کشور رو اصلا داغون میکردن. این 70 نفر همشون فداییان حسن صباح بودن. خود فدایی کی باشه که تو باشی فداییش. اینجوری بود یه قانونی که داشت اینا باید
داستان میشدن، وگرنه این میل و اشتیاق و فلان اینا نمیذاشت اینا به هدفشون برسن. میخواست طرف فدایی بشه، در که میومد تو اینجوری میگرفت میبرید بعد میگه بفرمایید تو. مثلا یارو غافلگیر میشه، میگه چیکار کردی؟ یه صدا نازک و فلان اینا، میرفت که تازه بشه فداییان حسن صبا. جمع میشدن، مواد میکشیدن، حشیش. با که میرفتن بالا، حسن صبا میومد چشماشونو میبست، دستشونو میگرفت میبرد توی باغ سبزی، در باغ سبز. پرانتز، لا پرانتزی، اینجاهاش توی تاریخ قطعی نیست، ممکنه که نباشه ولی حالا ما میگیم که جذاب بشه. پرانتز بس. دست اینا رو میگرفت میبرد تو باغ سبز، نشون میداد، اینا چشو بند بود، آقا اینجا بهشته. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی عزیزم. میگفت اینجا بهشت، اینا هم باور میکردم. میگفت اگر نصایح من گوش کنید باعث میشه که شما هم به بهشت برسید و فلان و بسار اینا. چشما رو میبست، دوره میبرد تو کاخ، میگفت بهشت رو دیدی؟ میگفت آره. میگفت مثلا حالا برو ادوارد اولو بکش. ادوارد اول جنگ‌های صلیب بازی، جنگ صلیبی بازی کردید؟ این حسن صبایی وقتا پا شد گفت ادوارد کجاست؟ گفتن داره میاد سمت مرزهای اسلام. گفت برید اینو بکشید. 3 نفر پا شدن رفتن پخ پخ، حالا نتونستم بکشم ولی سوء قصد کردم به جون ادوارد اول. و داستان از این قراری همون بازی جنگ صلیبی که اشاره کردم. شما وقتی یه سری ارتش مسلمون بودن که میگفت سوارکار عرب اینا بودن، یه سری هم اونایی بودن که لرد و اینا، یعنی یه سری صلیبیون بودن، یه سری مسلمونا رو که سربازاشو میساختی، یه سری سرباز کوچیک مشکی بود، اینا با طلا و فلان اینا در میرفتن بالا. تو بازی اینا دیده نمیشدن، یعنی موقعی که میرسید تازه به مثلا قلعه رقیب، تو متوجه میشدی که بهت حمله شده، یا اونا تازه میفهمیدن بهشون حمله کردی. چرا؟ اینا همون حشاشین بودن، بهشون میگفتن ارتش سایه ها، چون متوجه نمیشد کسی. طرف احمد سنجر خواب بود، از خواب بیدار شد، بعد دید که روی میز اتاقش پادشاه سلجوقی بود، پادشاه یک کشور ایران. پادشاهش از خواب بیدار شد، دید که خنجر با کاغذ اونجاست، کاغذ رو برداشت از طرف حسن صبا، همون اتفاقی که میگفت این خنجر به جای میز میتونست تو قلب تو باشه، با ما متحد شد تا کاری نداشته باشه. که بعد همینجوری قدرت گرفت، همه میترسیدن، اصلا تا انتهای حکومت نفوذ میکردن، ارتش سایه ها دیگه. اصلا یه روایتی هست میگن نینجاهای ژاپن، این حشاشین موقعی که مغولت توشون رد شد اینا پخش شدن. این پخش شدنه میگن یه سریشون رفتن آسیای شرقی شدن نینجا و فلان و داستان میکردن، شبونه پخ میکردن و فلان. نکته که هست حشاشین هیچ موقع از سم استفاده نکرد، همشون مثلا میرفتن یه شخص مهمی رو میکشتن، ترور میکردن، بعد وای میستادن تا سربازا بیان. سربازا که میرسیدن میگفتن که به ما میگن حشاشین، پذیرا باشیم قلعه. فرار میکردن، یه سریشون تسلیم میشدن، یه سری میجنگیدن، خودشونو میکشتن، یه همچین مسلکی داشتن، خیلی عجیب بودن. نکته‌ای که داره هستن به واسطه اینکه خیلی ایرانی بود و ملیت ایران رو میپرستید و از اون ور شیعه بود، مطلب حقی بود. یعنی توی مردم ایران حسن صبا یه چیز خوشاینده، ولی واسه جامعه بیرون، واسه اون مسیحیایی که تازه داشتن مسیحیت رو گسترش میدادن، جنگ‌های صلیبی 250 سال طول کشید. 9 تا جنگ صلیبی داشت. جنگ‌های صلیبی رو داشتن گسترش میدادن، اینجوری بود که یه کابوس بود واسهشون، چون شب خوابیده بودن، یه دفعه پا میشدن میدن خنجر، خرخره تموم. اصلا خواجه نصیرالدین طوسی، البته خواجه نصیرالدین طوسی بار شنبه میرسه، رنگای دیگه هم داره، نارنجی و سبز و فلان اینا، ولی رنگ طوسیشو استاد دستور داد، گفت این پسره رو اینطوری که میگفت 3 نفر سری خنجر به دست میرفتن سر گذر وای میستادن با لباس مثلا آهنگر چوپون، یارو که رد میشد. بازی اساسینم یه سری کلیپاشو واسهتون گذاشتم، اگه میخواین برید ببینید. تو سریای بازی که ساختن، تو اولیش شخصیت رو برداشتن
ولی از اونجایی که توی دنیای بازی شیطونوگرافی کلا باید باشه، به واسطه همین تو قسمت بعدی دیگه گفتن آقا اگه میشه بمونه دیگه، بمونه بازی فروش داشته باشه. اینا میان به خاطر این تو بازی نیست اصلا اتفاق میفته. به خاطر همین یه همچین چیزایی رو گذاشتن که شما همین که تو الان داری میخندی عشق کنی. بریم تا ببینیم خاطره بعدی قراره چگونه بشه.